حتما اسم بازی آماموسمه پرتیجر رو شنیدین، یا همون بازی دخترای اسبی. بازی که توی مدت خیلی کوتاه به شکل عجیب و وحشیانه ترکوند و همه جا وایرال شد. توی تیک تاک پر از ویدیوهاشه، یوتیوب هم همینطور، ردیت میمای زیادی ازشون ساخته شد. اینجاست که از خودت بپرسی چطور یه بازی درباره دخترای اسبی انیمه اینقدر وایرال شده؟ منطقی نیست. اما راستش داستان موفقیتش خیلی قشنگ‌تر از چیزی که فکر می‌کنی. این بازی ترکیب از 3 تا چیزه: شخصیت‌های انیمه‌ای، مسابقه‌های اسب‌دوانی و آیدول کیپاپ. 3 تا ژانر کاملا نامربوط داخل یه بازی. اگه بخوای داستان بازی و جهان بازی رو کامل بفهمی، می‌تونی انیمه رسمیشو ببینی. انیمه با اینکه ایدش عجیبه، دخترایی که اسب میدان اینا، اما امتیاز نسبتا خوبی داره و توی سبک درام، کمدی و ورزشی است و واقعا بهتره چیزی که فکرش می‌کنی. همین انیمه که از دلایل موفقیت عجیب بازی هم هست. شخصیت‌های بازی برگرفته از اسبای واقعی ژاپنی هست. تمام کاراکترها الهام گرفته از اسبایی هستن که واقعا توی مسابقات ژاپن وجود داشتن و بودن. بعضی اسبا داستانای خنده‌دار دارن، بعضیشون تلخن، بعضیشون افسانه‌ن و روی مردم تاثیر گذاشتن و توی این ویدیو قراره همین داستان رو بررسی کنیم. جالبه بدونی با اینکه بازی آماموسومه در واقع یک بازی گاچا گیم حساب میشه، یعنی یه جوری قمارگونه و یک فندوم سمی داره، اما وقتی داستان پشتشو میشنویم و رفتار فندوم میبینم نظرم عوض میشه نسبت به گاچا گیم. جامعه طرفدار این بازی برخلاف چیز مرسوم از گاچه ها انتظار داریم واقعا مهربون و فعال و انسانی هست. من پشمام ریخته ای چطوری گاچا گیم نتونست تبدیل بشه به یه منجلاب دیگه. پشمام. اما بازی آماموسومه چطور ساخته شد؟ بازی آماموسومه 24 فوریه 2021 توی ژاپن منتشر شد و سازنده شرکت سای گیمینگ توی 6 ماه اول بیشتر از $10 میلیون گرفت. اما همه چیز از سال 2016 شروع شده بود، چون یه نسخه اولیه ازش توی 2016 ساختن، اما گرافیکش ضعیف بود، انیمیشن ها ابتدایی بود، طراحیش هم خام بود اینا. برای همین سای گیم در 2018 جرأت کرد بازی رو از صفر بازسازی کرد. توی همون سال هم یه انیمه منتشر شد که اینو عذرخواهی رسمی برای اینکه سالها طرفدارا منتظر موندن و بازی نیومد. اما این بازی فقط توی ژاپن منتشر شد، یعنی فقط برای ریجن ژاپن قابل بازی بود و هیچ ریجن دیگه قابل بازی نبود. یکی از دلایلی که گذاشت بازی یه مدتی فقط ریجن ژاپن قابل بازی باشه اینکه بازی درباره فرهنگ ژاپنه، درباره یه سری اسب ژاپنیه. پس طبیعتا یه فرد خارجی شاید خیلی دوست داشته باشه درباره اسبای ژاپنی و اینا بدونه، برای این گذاشت فقط توی ریجن ژاپن. دلیل دیگه اونا این بود که چون هر کاراکتری اسب واقعی پشتش وجود داره و سای گیم مجبور شد برای هر اسب صاحبش پیدا کنه، اجازه رو بگیره، قرارداد رو ببنده، حق استفاده از اسم تاریخچه رو بخره و غیره. برای همین انتشار جهانیش خیلی سخت شده بود چون باید میخریدشون. با اینکه بازی توی سال اول $1 میلیارد درآمد داشت، اما بازی ژاپن مونده بود. پس الان میدونین مشکلشون پول نبود، مشکلشون چیزایی که گفته بودن. بالاخره توی 26 ژوئن سال 2025 نسخه جهانی منتشر شد، اما نه همینجوری. اومدن اونا وقتی سال 2022 دوباره همه رو کوبیدن از صفر، همه چی رو ساختن تا مخصوص اونا باشه. نیومدن بازی اصلی رو ترجمه کنن، نه، بازی رو از اول ساختن. اما خب توی 4 ماه پس از انتشار $30 میلیون جهانی، $22 میلیون فقط توی درآمد ماه اول و $2 میلیارد درآمد توی ژاپن طی سالیان سال. سایگین ثابت کرد اگر یه بازی رو به تعویق میندازه یه دلیل درست حسابی پشتشه. داستان انیمه خیلی خلاصه به طور بهتون میگم. داستانش درباره یه دنیای خیالیه که انسان‌ها کنار موجودات شبیه انسان اسب زندگی میکنن. این اسبا فقط یه هدف دارن، دویدن. کسی نمیدونه چرا، ولی هدفشون فقط دویدنه. قهرمان داستان ما اسپیشال ویک هست. ما در واقع اسپیشال ویک بعد از زایمان بر اثر بیماری کولیک میمیره. کولیک یه جور بیماریه که مربوط به درد روده اسبان و بیماری خیلی کشنده هست و سختم تشخیص داده میشه. و خب وقتی مادر اسپیشال وودز میمیره، یه زن انسان اونو به فرزندی میگیره و به مدرسه اسبدوانی اونو میفرسته. چون اسپیشال وودز گفته که من فقط یه رویا دارم، اونم بهترین اسب ژاپن شدنه.
و خب از این دیگه انیمه شروع میشه و یا چیز عجیبی که توی انیمه من فهمیدم کاراکترها اونقدر سریع که از ماشین هم سبقت میگیرن. هیچ منطقی نداره که یه اسب بتونه از ماشین سبقت بگیره. چطور؟ همونطور براتون گفتم کاراکترهای این انیمه از خود اسبای واقعی برگرفته شده. یکی از شخصیت‌های جالب گلدن شیپ هست. یکی از کاراکترهای معروفشون هم همینه. این شخصیت دقیقاً از اسب واقعی گلدن شیپ ساخته شده. با تمام دیوونگی‌ها، شوخی‌ها و خرابکاری حتی رفتارهای عجیبشه. همین گلدن شیپ خیلی کار خنده‌دار داره که میتونید خودتون بنویسید و بفهمید چی کارا کرده. حتی توی دربی سال 2012 ژاپن نزدیک بود گلدن شیپ کل مسابقه رو به خاطر دعوا با اسب کناری به هم بریزه. حتی تو این سنه رو بازسازی کردن. اما بهتون گفتم همونطور که داستانای خوب اسبار میگن یه داستانای بعدم پشتشون هست. توی بازی اگر شما بیاین و یه مچ رو ببرین کاراکتر شما خیلی خوشحال میشه و حتی میره براتون یه اجرای آیدول توری براتون برگزار میکنه و کلا اینطوریه. ولی وقتی با بازی کاراکتر شما ناراحت میشه و کوین از دست میدین الا هارو اورارا شما کوین از دست میدین اما اسبتون هیچ وقت ناراحت نمیشه و حتی وقتی میبازید لبخند میزن و به بازیکن میگه خب بار بعدی میتونم بهتر بدوم به هم اعتماد داشته باش. اما دلیلش چیه که یه کاراکتر اینجوری هم توی بازی هم توی انیمه میسازن؟ چون اسب واقعی هارو را در دنیای واقعی 113 تا مسابقه شرکت کرده و همه اون 113 تا مسابقه رو باخته اما هیچ وقت ناامید نشده و هر بار هارو را داشتم تو تلاش میکرد مسابقه بعدی رو ببره. برای همین لقب نماد امید و تلاش بی‌پایان گرفت بین اسب دوونا و کسایی که مسابقه اسب می‌بینن. طرفدارا اومدن و یک کمپین واقعی براش ساختن. به ازای هر $40 که دونیت میشه 5 کلف درجه 1 برای هارو میخریدن چون هارو توی شرایط بد نگهداری میشد و غذا کم داشت و جمعاً بیشتر از 2500 کیلو علف براش جمع شد. برای اولین بار هارو تونست طعم پیروزی رو احساس کنه. صبر کن واقعا فکر کردم دیگه پایان خوبی داریم. آره هارو برنده شد براش کلی علف گرفتیم بالاخره میتونه راحت زندگی کنه. نه چند ماه بعدش بر اثر بیماری کلیک هارو مرد. به زندگی ثابت میکنه که یه سگ بیرحمه. این بازی و انیمه فقط سرگرمی نبودن، روایت هستن از اسبای واقعی، شیرینی ها، تلخی هاشون، شخصیت هاشون و رفتاراشونه. فندوم این بازی به طور واقعی یکی از مهربون ترین و منطقی ترین جامعه های اینترنتیه که تا الان دیدم. تو فقط طرفدار یک بازی نیستن، اونا به فکر اسبایین که الهام بخش شخصیت های مورد علاقه‌شون شده. در مجموع این بازی هم حقش بود که مشهور بشه و از این که مشهور و یا وایرال شده من واقعا خوشحالم. و خب اینم بود از ویدیوی امروز. لایک و ساب و کار دیگه یادتون نره. میشه اینجا بود.